بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل ارکان ایمان از قرآن و حدیث بیان کنید. برادران مسلمان، دلیل ارکان ایمان از قرآن کریم زیاد دلیل و دلائل دارد، لیکن ظاهر آیت هایی که آمده یکی از آنها این است که الله تبارک و تعالی می فرماید ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سوره بقره آیات 177. ترجمه: الله تبارک و تعالی می فرماید نیست نیکوکاری آن که متوجه کند روی خود را به طرف مشرق او مغرب، ولیکن نیکوکاری آن است که به خدا، به الله و به روز قیامت و فرشتگان، لیکن نیکوکاری آن است که به الله ایمان آورده باشد و به روز قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد. و همچنین الله می فرماید انا کل شیء خلقناه بقدر، هر آینه ما هر چیز را به اندازه لازم و از روی حساب و نظام آفریده ایم. و در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده که جبرائیل امین علیه السلام پرسان کرد، گفت پس مرا از ایمان خبر ده. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند این که ایمان بیاوری به الله و فرشتگان و کتابها و پیامبرانش و روز آخرت، و ایمان بیاوری به قدر خیرش و شرش که از طرف الله تبارک و تعالی است. حدیث در صحیح مسلم آمده.